بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. و حتی مثلا از سن 4-5 سالگی شروع کردم نماز رو یاد گرفتن و مثلا قبل از اینکه وارد مدرسه بشم سوره های قرآن رو حفظ می‌کردم. دین هستن اینا خیلی شستشون مغزی ما رو می‌کردن و اگرم یه همچین چیزی میشنیدم خوشحال می‌شدم، ولی همیشه به ما میگفتن حتی اگر یه مسیحی رو بکشیم وارد بهشت میشیم و برای همین بیشتر تلاش میکردم که قانونهای مذهب رو دقیق‌تر انجام بدم. فکر میکردم وضوء اشتباه گرفتم، دوباره هی میرفتم وضوء میگرفتم، شاید این مثلا برای یه نماز 10 بار تکرار میشد که من میرفتم وضوء میگرفتم و برمیگشتم. و مریضی روحی هم که گرفتم، افسرده وحشتناکم بودم. احساس کردم که هیچ وقت به خدا نرسیدم و مامانم تو حالت مرگ بود. خیلی هم وابسته بودم به مامانم و گفتم که من خودمو میکشم اگه اجازه ندی تو خونه این کارو بکنم، بیرون از خونه خودکشی. ولی تو جوونی، تو آینده داری مامان جان. و گفتم باشه اگر دوست داری با هم خودکشی کنیم. My brothers and sisters, I'm with you tonight. The Lord has a special message for you tonight. If you're hopeless, if you're oppressed, if you're planning to commit suicide, the Lord says stop. He has a hope and a future for you. If you're planning to kill yourself, stop and call me. و برای نیم ساعت با کشوربان صحبت کردم. کاری که کردم انجام میدم و اگر تو بخوای پشیمون بشی من خودم تنها این کار میکنم. وقتی که رفتم توی اتاق دیدم مامانم داره دعای توبه رو میکنه و خیلی عصبانی شدم. به من ندیا، نه چایش میکنم. نمیخوام باش حرف بزنم، ولم کن. نمیخوام، قطع کن بینم. چی داره خدا فردینا؟ نمیخوام. لجبازی نکن. قطع کن. خجالت بکش. هرمز مگه کیه؟ ولم کن. کشیش هرمز کیه؟ ولی شما گفتین اگه کسی الو. When I talked to her, she was cold, بله من she پروینا was هستم. fighting, and she told me very proudly, I'm going to kill myself, and your Jesus cannot do anything for me. After about an hour of argument with her, and I couldn't change her mind. عیسی من به تو ایمان میارم. You said it yourself. Allah has done nothing for you. Give Jesus just one chance. You can always kill yourself next week. وقتی که این فکر اومد توی سرم گفتم این بهترین راهه که یه بار دیگه تا آخرین لحظه مرگم به الله خدمت کنم. She was thinking, okay, I'll pray, and next week, this time, Jesus had not done anything for me. I'll call live on the air, and I tell everybody, look, I tried Jesus for a week, and nothing has changed, and I'm going to kill myself tonight, and I would do it on the air. و بعد از یک هفته که خودکشی میکنم حداقلش اینه که وقتی به حضور خدا میرم میگم آخرین کارم من برای تو انجام دادم. فردا صبحش که از خواب بیدار شدم، ساعت نیمه شب بود که از خواب بیدار شدم، دیدم که مامانم خیلی راحت داره تو خونه راه میره و دیگه اونطوری نیست که تعادل نداشته باشه یا دستشو جایی بگیره. گفتم ما باید سریع بریم بیمارستان و وقتی که جوابو سریع گرفتیم دکتر گفتش که فقط میتونم بگم یه معجزه شده، چون هیچ اثری از بیماری MS نیست. چجوری میشه؟ شما خودتون گفتین که ایشون ترمینال این فقط داشت میمون. خانم یه معجزه است و به یه امام دعا کردین. شما کجا نشون دادین؟ خانم این شب یک معجزه است. این یک معجزه است. ما اصلا به هیچ امامی دعا نکردیم، به عیسی مسیح دعا کردیم.